دوستان عزیز، اکثر دوستان پرسان کردن که کیسه ایسایوی چی است، کدام شرایط داره و چند استپ داره. همچنان پی 1 پی 2 پی 3 معلومات دقیق با شما شریک میکنم. ما اکثر وقت میبینم در رسانه‌های مختلف خیلی معلومات غلط ارائه میشه. معلومات دقیق را ما فعلا با شما شریک میکنم. دوستان عزیز، ما معلومات از سورس ها و منابع مختلف جمع آوری کردیم، ان که دقیق است، قابل اعتماد هست. در قدم نخست در مورد کیس عیسوی با شما معلومات میدم. اگر شما با آمریکا کار کردین و مدت زمان کار شما 2 سال هست یا بیشتر از 2 سال هست، شما میتونین که با عیسوی اپلای کنین، با شرطی که شما سوپروایزرتان بشناسین، با سوپروایزرتان در تماس شوین، با شما ریکامندیشن لیتر و همچنان اچ ار لیتر بده. اکثر جوانان از ما میپرسن که ما با امریکا کار کردیم ولی سوپروایزر خود نمیشناسیم و یا هم نمیتونیم پیدا کنیم. تا زمانی که سوپروایزرتان پیدا نکنین کار شما نمیشه، کیس شما پیش نمیره. شرط اول می است که شما باید سوپروایزرتان پیدا کنین، نامش پیدا کنین، در سوشال میدیا چک کنین، در لینکدین چک کنین. اکثر خارجیات در لینکدین خیلی فعال می باشن، در آنجا چک کنین، در توییتر چک کنین، در یوتیوب ببینین، با اون اداره در تماس شوین، از شیوه‌های مختلف استفاده کنین و سوپروایزرتان حتما پیدا کنین. وقتی سوپروایزر رو پیدا کردین، سوپروایزر با شما ریکامندیشن لیتر میته، یک 4 لیتر میته. وقتی 2 لیتر گرفتی، چند لیتر دیگه یا چند سند دیگه خیلی مهم است که هم شما باید داشته باشین. بعد از ریکامندیشن لیتر و 4 لیتر یک فرم است با نام D157. این فرم خیلی مهم است که باید خانه پوری کنین. تذکره شما خیلی مهم است که باید داشته باشین. معلومات شخصی شما یا پرسونال انفورمیشن یا بایو شما خیلی مهم است که باید پیش شما باشه. تریت لیتر یا امو سند خطر که چرا شما به این کیس اپلای میکنین، خطرات در افغانستان با شما چی بود، این تریت لیتر بسیار دقیق نوشته کنین، از دیگرها کاپی نکنین، دقیق باشه. این هم حتمی هست. و بخش آخر اون بیج شما یا آیدی کارت شما که با اون اداره شما کار کردن مهم است. اگر گم کرده باشین شما میتونین که یک کلریفیکیشن استیتمنت نشته کنین، یک وضاحت نشته کنین با زبان انگلیسی، میگن که مثلا این کارت از ما گم شده یا هم دوباره ما به اداره تسلیم کردیم و کارت فعلا پیش ما نیست. این هم اسناد منظم کنین. وقتی که منظم کردین به می ایمیل ادرس حتما بفرستین. دوستان عزیز، پیش از اینکه بفرستین حتما با یکی از متخصصین یا کسایی که در این بخش تجربه داره مشوره کنین، اسنادتان نشان بدین که در اسناد شما هیچ مشکل نباشه و اسنادتان شما بفرستین. خود ایسایوی 5 استپ داره. استپ اول، وقتی شما اپلیکیشن تسلیم میکنین منتظر کام اپرووال میباشین. وقتی کام اپرووال با شما آمد، استپ دوم شروع میشه. در کام اپرووال با شما انویسی نمبر هم میده. بعد از کام اپرووال شما باید فرم 360 را باید خانه پوری کنین. بعد از تسلیمی فرم 360 شما منتظر ویزا میباشین و بعد از این شما باید با اینترویو حاضر شوین. اینترویو به خاطر اخذ ویزا می باشه. وقتی شما به اینترویو میرین از شما تمام معلومات میخواین که در کجا کار کردین، سوپروایزر شما کی بود، چه قسم در کدام موقفا کار کردین، با کیا همکاری داشتین. این همه معلومات را شما باید داشته باشین. در مورد موقف خود باید معلومات داشته باشین، همه را جمع آوری کنین. وقتی که اینترویو شما خلاص شد بر شما ویزا داده میشه. بعد از اون بخش مدیکال چکاپ بخشا هست. اگر مدیکال چکاپ شما در افغانستان و در کشور دیگه انجام بدین، شما را مستقیم به خانه شما در امریکا روان میکنه. و اگر احیانا مدیکال چکاپ شما مانده باشه، شما را به کم میبره. در کم شما 2 ماه 3 ماه میباشین تا مدیکال چکاپ شما خلاص شوه. بعد از تکمیل مدیکال چکاپ شما را به خانه شما میفرسته. دوستان عزیز، این پروسه مکمل معلوماتی که با شما تشریح کردم، این همه معلومات در مورد ایسایوی بود. بعد از این کیسای پی 1 پی 2 پی 3 هست. کیسای پی 1 عموما با کیسای گفته میشه که شما مثلا با اتحادیه ژورنالیست‌ها کار کردین، شما عضویت یک ارگان بین‌المللی دیگر، مثلا اتاق تجارت یا اتاق تجارت بین‌المللی یا هم مثلا شبکه امور زنان یا یک انجمن دیگری که با آمریکا در تماس است، شما عضویت دارین. اگر با یک قسم سازمان‌ها در تماس هستین، این سازمان‌ها میتونن که نام شما را به سفارت بفرسته و از خود یک پروسیجر دارن و سفارت تصمیم گیرنده است. وقتی که تصمیم میگیرن نام شما در لیست میآید، شما در قضایه پی 1 میآیین. شما توسط یک ارگان به سفارت معرفی شدین و هم توسط UNHCR شما به سفارت معرفی میشوین. این همه در قضایه پی 1 پرایورتی 1 گفته میشود.
پیتو، قضای پیتو خیلی مهم است، خیلی عام شده. شما میفهمین کسایی که با آمریکایا کمتر از 2 سال کار کرده باشن و در کشور دوم یا سوم باشه، یعنی در افغانستان نباشن، در پاکستان و هند و در ازبکستان و تاجیکستان در کشور دیگری هستین، شما اپلای میکنین. فرق پیتو و کیس ایسایوی همی است که شما در پیتو خودتان اپلای کرده نمیتونین، سوپروایزر شما یا ارگانی که شما کار کردین اونمو ارگان اسنادهای شما را به یوسترپ روان میکنه، به می میل آدرس روان میکنه. معلومات بیشتر شما میتونید که در می وبسایت چک کنین ببینین. ولی در کیس ایسایوی شما ریکامندیشن میگیرین، اچ آر میگیرین، تمام اسنادتان مکمل میکنین، خودتان اپلای میکنین. دوم، در ایسایوی مهم است که شما باید 2 سال کار کرده باشین، ولی در پیتو شما باید از 2 سال که کمتر کار کرده باشین. 6 ماه کار کردین، 1 سال کار کردین، 12 ماه کار کردین، هر چقدر کار کرده باشین مهم نیست، ولی شما در قضای پیتو شامل میشوین. شرط می است که اداره شما، اداره که در امریکا ثبت و رجستر باشه، این اداره حق داره که اسناد شما را به یوسترپ بفرسته. و خوبی پیتو دیگه ای است که در پیتو، در کیس پیتو شما میتونین که اولادایتان را هم شامل قضیهتان کنین. اولادایتان اگر عروسی کردن یا نکردن، عمرشان زیاد است یا کم است، هم اولادایتان میتونین که در قضیه پیتو به آمریکا دعوت کنین. در پیتو چند سند خیلی زیاد مهم است. اول یک فرم از او فرم خانه پوری میکنین به نام رفرال فرم. دوم، وریفیکیشن لتر باید داشته باشین که توسط مو سازمان به شما داده میشه. سوم، اگر ازدواج کردین نکاح خط شما خیلی مهم است، پاسپورتتان مهم است. دیگه اسنادی که دارین هم اسناد شما به مو ارگان تسلیم میکنین، سوپروایزر شما یا هم ارگان شما همه اسنادتان را به اداره یوسترپ میفرسته، قضاهای شما پروسس میشه. قضاهای پیتری دوستان عزیز خیلی مهم هست. این به قضاهای گفته میشه که شما اگر در امریکا باشین و اعضای فامیلتان در افغانستان مانده، شما با اساس کیس پیتری پیش میرین و با فامیلتان میتونین که دعوتنامه بفرستین تا فامیل شما توسط می کیس پیتری به امریکا برسن. بخش چهارم خیلی مهم هست، ویزاهای بشردوستانه و یا هم هیومانیتریان پرول هست. این ویزاها با ویزاهای عادی فرق داره. ویزاهای عادی هر کسی میتونه که با این ویزاها اپلای کنه، ولی ویزاهای بشردوستانه تنها به کسایی هست که زندگیشان در خطر باشه، در حالت اضطراری قرار داشته باشن و یک شخص را در امریکا بشناسه تا این اشخاص را اسپانسر مالی کنن. در بخش هیومانیتریان پرول اسپانسرشپ خیلی مهم است. این چند فرم بر شما میگم، اینا باید خانه پوری کنن بر شما. اول فرم 131 هست، دوم فرم I134 هست. فرم I131 معلومات شما می باشه. فرم I134 کسی که شما را اسپانسر میکنه موارد مالیشان در آنجا ذکر می باشه، معلومات شخصی همین شخص در آنجا ذکر شده می باشه و فیسی که شما باید به خاطر فیل کردن هم اپلیکیشن بپردازین. اگر توان پرداختن فیس دارین که بالای هر شخص شما باید $575 بپردازین. اگر دارین بپردازین، اگر توان پرداختن ندارین شما باید با دلایل موجه فرم I192 رو خانه پوری کنین. این فرم دمیجه هست، در لینک با شما میاندازم. این فرم شما خانه پوری میکنین، مکمل قضیه شما منظم میشه، این را به سازمان مهاجرت آمریکا تسلیم میکنین. بازم میگم این کار توسط شما و کسی که در امریکا هست و اسپانسر میکنه شما را مشترکاً انجام میشه. یک شخص باید امریکا باشه، امکانات مالی خوب داشته باشه، در اکانتش حداقل $30,000 الی $40,000 باشه. این پول اگه بیشتر باشه خوبتر هست، ولی کم از کم باید $30,000 الی $40,000 باید داشته باشه و این پولی نباشه که این شخص روزمره مصرف میکنه و یا هم تا داخل سال از پیش مصرف میشه. عوایدش یعنی بالا باشه تا وقت شما توسط همین ویزا به آمریکا میایین، این شخصی توانایی داشته باشه که تمام مصارف شما رو بپردازه. مصارف کرای خانه هست، خوراک هست، مکتب هست، پانتون هست، بخش صحت هست، بخشای مختلف دیگه است، فیسای مختلف هست، این شخص باید بپردازه. در افغانستان بعضی کسا هستن که کسایی که در امریکا میشناسن قسمی همکاری میکنن با هم که میگن اوکی یک شخص پیدا میکنن، میگه شما مسئولیت در گردن بگیرین، مصارف خود ما انجام میتیم. بعضی قضایا ما قسم شده ما شنیدیم، ولی طریقی قانونیش نیست. یک تریک هست، یک رای هم وجود داشت که ما با شما شریک کردیم. اگر بعضی دوستا رو میشناسین میتونن که خواهش کنن بگن که ما می پول ما با شما میپردازیم، مصارف ما رو شما نپردازین، فقط شما ما رو اسپانسر کنین، ما مصرف خود با پول خود میخوایم بیایم به امریکا
وقتی که آمدین تمام مصارف خودتان انجام بدین، از اون شخص پول نبگیرین. این یک طریقه از یک تریک است، شما میتونید استفاده کنین. ولی ویزاهای بشردوستانه هم به تمام اشخاص داده نمیشه، کسایی که واجد شرایط است به مو اشخاص داده میشه. دوستان عزیز، در این ویدیو ما کیس HIV را P1 P2 P3 را تشریح کردم و همچنان هیومانیتریان پرول را تشریح کردم. معلومات مفصل هست و برای معلومات بیشتر در کامنت ما بعضی لینک ها را با شما درج میکنم، حتما ببینین و اگر پرسش داشتین کامنت داشتین در کامنت بنویسین، ما حتما میبینم میخوانم. ویدیو رو با دوستای دیگه تان شریک کنین. هدف کلی اینمی است که دوستای ما و افغانای ما دیگه راگومک نشون، پیش هر دروازه نرن، هر دروازه رو تک تک نکنن که معلومات غلط برشان میته. ما کوشش کردیم که معلومات دقیق پیدا کنیم و با شما شریک کنیم. تشکر.